قبلا چی ادعا کرده بودی؟ ادعای پیامبری. دیگه اگه ادعا دیگه هم بین مردم مشهوره که دیگه ادعایی هم بکرده بودی. از پیامبری بالاتر کنه که چی؟ نه از او پایین‌تر هم یک ادعا دیگه یک سال پیش کرده بودی. مهدی آخر زمان. خب مهدی آخر زمان بدی بعدا باید ادعا پیامبری کرده بودی. فعلا چی باور داری؟ فعلا ما یک بنده خالص الله ام بنده ادیم ذکر الله میکنم. امت محمد صلی الله علیه و سلم. خب کلمه خوب بگو. بسم الله الرحمن الرحیم. لا اله الا الله محمد رسول الله. اشهد ان لا اله الا الله وحده لا شریک له و اشهد ان محمدا عبده و رسوله. چی انگیزه باعث شد که تو همین چیزی بگی؟ فقط از اون شبقت حرکت داد. من خود به برداشت من شد. ها این برداشت تو اشتباه بود یا صحیح بود؟ برداشت اشتباه بود. توبه کردی یا نه؟ بله. بگو خودت به زبان خود بگو که توبه کردی یا نه؟ بله توبه کردم. بگو که توبه کردم اشتباه کردم غلط بود. بگو ادعا تو باطل بود یا نه؟ باطل بوده. بله. آیا از این به بعد از طرف تو چنین توقعی میره که باز که ادعا دروغ میگه؟ شاید ما دیگه و به حضور علما بگو که تعهد میکنی که دیگه چنین اشتباه تکرار نمیکنی. ان شاء الله که دیگه نمیگم. بگو کلمه بلند بگو. بسم الله الرحمن الرحیم. لا اله الا الله محمد رسول الله. اشهد ان لا اله الا الله وحده لا شریک له و اشهد ان محمدا عبده و رسوله. در برابر امت اسلامی که اینقدر از صحبت‌ها بعد و ناروای تو آزار دیدن، ما معذرت چی خواهش؟ معذرت خواهی میکنیم. ما رو عفو کنن بعد. هر کردم که تشویش و عدم داشته بعد. فتوای اجماع جهان اسلام بر اینه که تو مرتد شدی از دین اسلام بیرون شدی واجب القتل. بله. حتی قابل توبه هم نمیشه و تو باید کشته میشی تا بعد زنده نمیمونی. اما از اونجا که روایات وجود داره تاثیر که تو مثلا بعضی روانی بودن تو هم استثنائه. الان که تو اعتراف میکنی که روانی دیوانه با حال خود نبودی توبه میکنی چیزی که میگم باید بگو آمن کن. بگو آمنت. بسم الله الرحمن الرحیم. آمنت بالله و ملائکته و کتبه و رسله و الیوم الاخر و القدر خیره و شره من الله تعالی و البعث بعد الموت. حق لا اله الا الله محمد رسول الله. خود تو یکی از امتی محمد صلی الله علیه و سلم هستی. بله هستی. ادعای نبوت دروغ بوده. خود یک دروغگوی تاریخ بوده که در تاریخ ثبت شده. درسته؟ تمام شد دیگه. اون گپی بود دیگه تمام شد. دیگه ادعا نمیکنی. نه تمام شد دیگه. توبه کردی در حضور علما در همین مسجد ولایت. تمام؟ بله تمام. شکل و شمایل از این آدم نمیته حس میکنه با وجودی که ظاهرا اون سوالاتی که میکنه جواب میده از شکل از این معلوم میشه که شاید 100% نرمال نباشه. واقعا یک آدم نرمال به شهر مثل هرات جرأت نمیکنه که همین حرف را طرف بیرون بکنه. بنابراین علمای کرام منتظر نتیجه طب عدلی هستند. در صورتی که طب عدلی هر نظر داد به اساس از او علما هر فتوایی که دادن خود مسئولین نظام ریاست ارشاد حج اوقاف آماده اند که او تصمیم علما رو به معیار دین مقدس اسلام اجرا کنند. درسته؟ تعهد میکنی که دیگه هیچ اشتباهی از در زمین سر نزنه؟ همین همه لازم گفتن که ما سال خود کردم دوباره دیگه بشه که استاد اگر نگاه